سلام برای بچه، حالتون چطور؟ امیر تایلان هستم. خوش اومدید به اپیزود دوم گیم پلی واکرو جی تی ای وی با امیر تایلان و کلا دومین ویدیو چنل جدیدمون. در واقع چنل قبلیمون که مثل اینکه در واقع مشکلش حل نمیشه، به خاطر همین داریم یه چنل دیگر رو میاریم بالا برای اینکه اگه مشکل اون حل نشه این چنل رو داشته باشیم و بالا آورده باشیم. واقعا دمتون گرم. امیدوارم که از ویدیوهامون حمایت کنین، از چنل دوممون حمایت کنید و این چنل هم بتونیم بیاریم بالا. خب این مرحله رو همتون میشناسین، ادامه پارت قبله و یه جورایی چون مرحله اول 2 مرحله حساب میشه، به خاطر همین من 2 پارتش کردم دیگه، چون که میخوام هر مرحله جی تی وی رو توی یه گیم پلی جداگانه، توی یه اپیزود جداگانه داشته باشیم. حالا چالشایی هم هست که توی جی تی وی قراره بریم، اونا هم که به کنار، اونا توی یه ویدیوهای دیگه میذاریم. و دمتون گرم رفقا، همین الان دکمه لایک رو بزنید، برامون کامنت بذارید و به کارتل امیر تایلان ملحق باشین، کارتل جدید امیر تایلان که این چنل هم باید ببریم بالا. بدون حرف اضافه بریم سراغ ویدیو. خب اومدیم که با لامار فکر کنم ویدیو چیز بدوزیم دیگه، ماشین بدوزیم. آی لامار میشه بری؟ یه ماشین قرمز داریم، یه ماشین سفید داریم. ماشین سفید رو بردارین برد کردین چون دیالوگا فرق میکنه. ماشین قرمز رو بردارین، لامار بهتون یه چیز دیگه میگه. ماشین سفید رو ببین، یکی همیشه ماشینای خوب رو برمیداری، ولی ماشین قرمز رو تا اونجا که آدم اون رو برمیداره یه چیز دیگه بهت میگه و میخنده، ولی هر کدوم میتونیم برداره دیگه. خب امیدوارم که بتونیم بدون تصادف ماشین رو برسونیم تا این رادیو رو ببندیم کپی رایت نخوریم همین اول تو چنل جدید. آره میگه بگیریم میشه. اوه کجا میری آجی؟ من یادم رفت از کدوم سمت باید بریم. من بازم میگم این بازی رو تا حالا تا آخرش نرفتم ببینم چی به چیه. من راه هم نمیشناسم که بگیرم ازش سبقت بگیرم. آها حاجی یکم مونده ماشین شف کنیم. داشت فکر کردی خود فقط میتونی برونی؟ یکم میخوام ماشین رو بدون خراش برسونم، به خاطر همین یکمی با احتیاط رانندگی میکنم. حاجی داشت میومد تو چهارراه بزنه ماشینمون در و داغون کنم. امیدوارم که ماشین بدون رنگ برسه. ای والا وای حاجی خورد ولی هیچیش نشد حاجی. امیدوارم دیگه نخوره، به بعید میدونم. رانندگیمون خوبه حاجی، تا اونجا هنوز تصادف آنچنانی نکردیم. بگی ماشین داغون شده، اینم نخورد بهمون بنازم. یا علی وای به این نخوردم حاجی، بهش بخوری ماشینت خونی میشه. خوب اومدم تا اینجا، درسته تصادف ریز کردم ولی ماشین هیچ چیش نشده. اوه بابا کجا میری؟ یه راهنمایی بزن، چیزی بزن ما بدونیم کجا میری. ببین هر جا تریلی باشه، هر جا چهارراه باشه، سرش رو میاندازه پایین مثل گوسفند میره داخلش دیگه. وای حاجی خورد ماشینم داغون شد. قبلیه هیچی نشد، ماشین اینو زدیم یه ذره به تیر چراغ برق، یک کمی حالا ببریم اونجا. من خودم اوستا محمد رو میشناسم، میزنه وای حاجی بازم زدیم داغون شد. جلوش هیچی نشد، این بغلش کلا خورد، بغلش داغون شد. ولی من یکی رو میشناسم، یه اوستا محمد نامی میشناسم بدون رنگ در میاره منطقیه. خب این تن زیاد گاز بدم چون وای حاجی یه مونده بود اشتباه بریم کلن میشه فیل بشیم. من نمیشناسم از کجا باید بریم، وگرنه سبقت رو میگرفتم ردش میکردم میرفتم. فکر نکنید مثلا خیلی کارش راقیه. وارد پارکینگ میشویم دیگه، اچو بزنیم لایت میزنه. وای حاجی بازم زدم رفتم متن رو خوندم بازم ماشین رو زدیم. خب نگه اچو بزنی هیت لایت میزنیم دیگه، همین. ببین راحت ببین اینجا سبقت ازش بگیرم هرچی بود. زودتر رسیدم حاجی. دیالوگ عوض شد یا نشد نمیدونم. دیالوگ عوضش یادم نمونده. حرکت کنین اینجا پاتوق نکنین. گنگستر باشه. خب پلیس اومد 2 ستاره شدیم، باید اینا رو اول کمک کنیم.
بذار تو نقشه کجا پلیس هست. اینجا اونجا پلیس هست. باید از این ور بریم. پلیس عزیز باز ما رو دید. بچه نقشه وقتی داره آژیر میزنه یعنی که پلیس ها ما رو دیدن دیگه. ولی ببین الان اینجا پلیس داره میاد تو تیررس ما، یعنی ما میریم تو تیررس پلیس و نباید بریم دیگه. از دید پلیس باید مخفی باشیم و اینجوری بگذرونیم تا اینکه ستاره ها برن. یه پلیس روبرومون هست. وای وای حاجی نریم توش. بزنیم ابیلیتی فرانکلین رو بزنیم. حاجی نرفتم توش. ای والله که پلیس نتونست ما رو بگیره. خب دیگه تا الان این دوستاره هم ببرین دیگه. دوستاره باید هست بشه. ای والله هست شد. بریم توی کار دیلرشیپ که همون سیمون باید باشه فکر کنم اگه اشتباه نکنم. بریم چه این سیمونه به دست سگ کلاهبردار ابله. بعدا دشمنش میشیم دیگه که اشتباه نکنم. توی مرحله میزنیم دخل مغازه‌شو میاریم پایین. خب ماشین رو رسوندیم به مغازه دیلرشیپ. یه دونه از این تابلو رقصونه داره. این همینجا منتظرمون آقای لامار. میبینی که داره اینجا با پسر مایکل جر و بحث میکنه سر یه ماشینی. خب من حرف نمیزنم دیالوگا رو بشنویم. میگه به چی گفتی نگاه؟ That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multicultural. داره یه جورایی خایمالی اینو میکنه، اینم داره کیف میکنه. But seriously, maybe he's not. نمای خایماله دیگه. خایمال میخواد اینجا فکر کنم چیز کنه. خودش رو تو دل اینجا کنه به این اونو نوایی برسه. Get him a hybrid. That's a real man's car. باشه بچه رو اذیت نکنه. 4 تا گنگستر کلاهبردار ریختیم سرش. اذیتش میکنه. This is the best part. Watch this when he reel him in. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. آقا تمام اوکی. فرانکلین میره خونه. یعنی در واقع ما میریم دیگه. ماشینم که زدیم بغل مغلش رو داغون کردیم. اون خودش بدون رنگ در میاد. سیمون کلاهبردار خوبیه. دامارم که آویزون ماست. حاجی اینو از روی شارژر ساختن یا از روی فورد ساختن نمیدونم، ولی به نظر ماشین خوبی داره فرانکلین. اینجوری هم نیست که خیلی وضعش بد باشه. رسیدیمش خونه. فکر کنم همین الان هم 500,000 دلار پول داره دیگه. همین اول بازی فرانکلین وضعش به نظرم خوبه. 500,000 تا پول داره. از مایکل پولش بیشتره. ولی خب یه جای پرتی زندگی میکنه دیگه. دوست داره برای خودش کسی بشه. ببین چی میگه ابیلیتیش ولی ربطی به دکمه نداره. خب بریم ماشین رو پارک کنیم. دامار بریز بیرون. آره بینیم با Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha call your dog ass if she ever stop fucking with that. نه یه رفرنسی داره به چیز دیگه. شما بگین به جی تی ای سن آندریاس. چون اینم تو شهر جی تی ای سن آندریاس همین بازی به خاطر هم. خب رفقا اینم از مرحله اول که میشه گفت 2 تا مرحله اول و بالاخره تمومش کردیم و الان دیگه رسما بازی شروع میشه. رفقا دمتون گرم، مرسی که تا اینجا ویدیو همراهمون بودین. حمایت از چنل نوپامون یادتون نره. حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، حتما لایک رو بزنید و برامون کامنت بذارید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و به کارتل امیر تایلان ملحق بشید تا این چنل هم مثل چنل قبلیمون بیاریمش بالا. امیدوارم روز خوبی رو داشته باشین تا ویدیوهای بعدی هم. سی گود بای.